سلام به دوستداران ورزش، مخصوصا ورزش دوچرخه سواری. همونجوری که از شورت ویدیو و ویدیوها متوجه شدید، من داخل یه تیم دوچرخه سواری هستم که همه ایرانی هستن و داخل ازمیر رکاب میزنیم. امروز قراره بریم به یک جایی بسیار خفن که کنجکاوی هممون رو حسابی تحریک کرده بوده. اسم تیم ما بیز ایران بیکه هست. میتونید اینستاگرام ما رو هم داشته باشید و از سفرهامون خبردار بشید. همینجوری که دارید این سفر رو با من دنبال میکنید و منظره ها رو نگاه میکنید، داستان بسیار شگفت انگیز این مقبره رو براتون تعریف میکنم. با من همراه باشید. اسم این جایی رو که رفتیم پرس مزار آنتی هست. یک خونه سنگی یا یک مقبره ساترا در اولین پیچ فوچا در بزرگراه ازمیر. این مقبره تو نیمه دوم سال 546 قبل از میلاد از طرف یکی از فرماندهان یا همون ساتراب یا همون والی در منطقه در زمان حاکمیت پارس ها بلافاصله پس از نبرد سارد توسط کوروش پادشاه ایرانی و به دستور اون ساخته شد. مقبره در صخره‌های بومی کنده‌کاری شده. صرفاً یک مقبره معمولی نیستش، یک بخش فوقانی داره که به صورت مکعبی و به بالا کشیده شده. در قسمت جلویی و قسمت پایین یک درب کاذب داره که این بخش با علامت مثبت یا همون به علاوه خودمون حکاکی شده که این نماد بین دنیای واقعی و دنیای مردگانه. خب میخوام براتون داستان بسیار شگفت انگیز و عشقی و جوانمردی این مقبره رو و کسانی که در اینجا به خاک سپرده شدن رو براتون تعریف کنم. و اما بریم سر داستان شگفت انگیز این مقبره. هنگامی که مادها پیروزمندانه از جنگ شوش برمیگشتن، غنایمی رو با خودشون آوردن که برای پیشکش به کوروش بزرگ عرضه کنن. در میان این غنایم یک زنی بود که خیلی زیبا بود و به قولی زیباترین زن شوش بود. همسرش به نام آبراداتاس بود. اون خودش یک فرمانده بود و برای کاری از شوش رفته بود. زمانی که خبر به کوروش رسید، دستور داد هیچ کسی کاری به کار پانتا نداشته باشه و با او مثل بانوان دربار برخورد بشه. کوروش بر این عقیده بود که به هیچ عنوان به زن شوهردار نباید چشم دوخت و نباید به اون دست درازی کرد و از ناموس اون باید محافظت کرد. برای همین اون رو دست یکی از دوستان بسیار صمیمیش که از بچگی با هم بزرگ شده بودند و در رکاب کوروش می جنگید به نام آراسب سپرد. اما آراسب به محض دیدن پانتا عاشق اون شد. نتونست جلوی خودش رو بگیره و به پانتا پیشنهاد همخوابگی داد. پانتا به شدت رد کرد و گفت که به شوهرش وفاداره و میمونه تا اون برگرده. آراسب اصرار زیادی میکرد. پانتا دوست نداشت که رابطه آراسب و کوروش رو به هم بریزه، اما مجبور شد خبر رو به کوروش برسونه. کوروش از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شد. خیلی سریع آراسب رو خواست. آراسب که متوجه شد کوروش از نیت اون خبردار شده، خیلی سریع طلب بخشش کرد. کوروش اون رو بخشید، اما برای اینکه اون رو مجازات کنه در پی شوهر پانتا فرستاد. به اون گفت تو میری و باید با آبراداتاس برگردی. خبر به گوش آبراداتاس رسید. اون با 1000 لشکر به خدمت کوروش اومد. پانتا تمام ماجرا رو برای همسرش تعریف کرد. آبراداتاس به خدمت کوروش رسید. به اون گفت جوانمردی که در حق همسر من روا داشتی جوری بوده که تو اون رو همسر برادر خودت دونستی و من جواب اون رو تا آخر عمر به تو خواهم داد. من در کنار تو و در رکاب تو می جنگم تا زمانی که کشته بشم. کوروش خیلی متعجب شد از این همه وفاداری، اما گفت پانتا برای تو و میتونی به شهر خودت برگردی. اما آبراداتاس قبول نکرد. اون از کوروش خواست که برای جبران محبت و جوانمردی کوروش در رکاب کوروش بجنگه. کوروش قبول کرد. جنگی در گرفته بود و آبراداتاس عرابه هایی ساخت که تونستن با اون عرابه ها بر اون جنگ پیروز بشن. زمانی که آبراداتاس میخواست به جنگ بره، پانتا از فرق سر تا نوک پای اون رو با لباسهایی از جواهر و ارغوان پوشوند. به آبراداتاس گفت میدونی که کوروش چه جوانمردی در حق من و تو کرده. برو و جواب این جوانمردی رو بده. آبراداتاس قسم خورد که در این جنگ پیروز میشه یا کشته میشه. پانتا بسیار برای دوری همسرش اشک ریخت. متاسفانه آبراداتاس در این جنگ کشته شد. پانتا زمانی که بر سر جنازش اومد، کوروش بسیار نگران شد. کوروش به 3 خواجه و ندیم سپرد
که به شدت مواظب پانتا و اوضاع و احوال اون باشن. اون از عشق آتشین بین پانتا و همسرش خبر داشت. برای همین به خدام سپرد که از پانتا چشم بر ندارن. پانتا همینجور که بر سر جنازه همسرش میگریست از خدام خواست که اون رو تنها بگذارن. کوروش بر سر جنازه حاضر شد و پانتا رو به آرامش دعوت کرد. دست آبراداتاس رو گرفت تا ببوسه، اما دست اون قطع شده بود و از کتف جدا شد. پانتا که دیگه نمیتونست این صحنه رو تحمل کنه، دست همسرش رو گرفت، بوسید و در سر جای خودش قرار داد. از کوروش و بقیه خواست که اون رو تنها بگذارن تا بتونه با همسر خودش خداحافظی و سوگواری کنه. اما به محض اینکه اونها از پانتا دور شدن، پانتا خنجری رو که همراهش داشت در قلب خودش فرو کرد و سینه خودش رو شکافت. خیلی دیر شده بود، نمیتونستن نجاتش بدن. با دیدن این صحنه اون سه خواجه و ندیمه بسیار حال پریشونی پیدا کردن و اونها هم یک حالت انتحاری پیدا کردن و سینه خودشون رو با خنجر شکافتن. حالا 4 جنازه، پانتا و آبراداتاس غرق در خون روی زمین بودن. خبر به کوروش رسید. خیلی سریع خودش رو بر سر جنازه ها رسوند. چیزی رو که میدید باور نمی‌کرد. به همه دستور داد که یک مراسم بسیار باشکوه با گلها و سبزه‌های فراوون برای این 5 تن گرفته بشه. دستور داد که در همون جایی که خون اونها ریخته شده مقبره ساخته بشه و اون 5 تن که بسیار به هم وفادار بودن در همون مقبره یک جا به خاک سپرده بشن. بله، جریان این مقبره که به دست کوروش ساخته شده و اسمش مقبره سردار ایرانیه به این شکله. زمانی که وارد این مقبره میشید سکوت عجیبی شما را فرا میگیره. انگار که همه زمین، تمام اون گیاهان عاشقانه در حال آواز خوندن توی باد و نسیم اونجا هستن. اونجا سکوته، اما شما احساس میکنین همه دارن زمزمه میکنن. داخل مقبره خیلی عجیب تره. یک احساس خفقان، یک احساس تنهایی، اما سرشار از عشق بهتون دست میده. این مکان بسیار مقدسه. در روزهای عشق زوجهای جوان گرد هم میان و در این مکان به شوک‌گذاری میپردازن. این مکان بسیار مقدسه چون 5 تن از باوفاترین ایرانی ها جون خودشون رو اینجا از دست دادن و خونشون در اینجا ریخته شده. بریم باقی عکس‌های بسیار زیبایی که با بچه‌ها در طول این سفر داشتیم رو با هم دیگه ببینیم. اگر از این ولاگ لذت بردین حتما لایک و سابسکرایب کنید و با حمایتتون و نشر این داستان کمک کنید تا ایران و ایرانی و مکان‌های ایرانی بیشتر شناخته بشه. خدا نگهدار.